تصور کن که بتوانی هر مهارتی را سریعتر از همه یاد بگیری، نه سالها، نه ماهها، بلکه هفته‌ها. تو همین حالا میتونی ذهن خودت رو برنامه ریزی کنی تا مثل یک ماشین یادگیری عمل کند. اکثر افراد فکر میکنن یادگیری یعنی صرف ساعتها و ساعتها مطالعه یا تمرین بدون هیچ تکنیک خاصی. اما حقیقت این هست که ذهن ما میتونه با روش درست اطلاعات را سریعتر، عمیق‌تر و کاربردی‌تر جذب کنه. من اینجا هستم تا 5 تکنیک قدرتمند به تو نشان دهم که یادگیریت را از امروز متحول می‌کند. اولین تکنیک تقسیم بندی یا چانکینگ است. ذهن انسان نمی‌تواند حجم عظیمی از اطلاعات را یک جا پردازش کند. اما اگر همان اطلاعات را به قطعات کوچک تقسیم کنیم، یادگیری ساده‌تر می‌شود. مثال، اگر می‌خواهی یک زبان جدید یاد بگیری، به جای حفظ هزاران کلمه، اول 10 کلمه کلیدی، سپس 10 جمله ساده و بعد داستان‌های کوتاه را یاد بگیر. تمرین: الان یک مهارت کوچک انتخاب کن و آن را به 3 بخش کوچک تقسیم کن. همین حالا 5 دقیقه وقت بگذار و یادداشت کن. تکنیک دوم یادگیری فعال است. بیشتر افراد وقتی می‌خوانند فقط مطالعه می‌کنند و به حافظه خود اعتماد می‌کنند. اما حافظه فعال یعنی چیزی را بدون نگاه کردن به متن به یاد بیاوری. مثال، اگر در حال یادگیری برنامه نویسی هستی، بعد از خواندن یک دستور خودت یک مثال کوچک بنویس و اجرا کن. ذهن تو با تلاش برای یادآوری اطلاعات آن را عمیق‌تر تثبیت می‌کند. تکنیک سوم روش فاینمن است. این روش میگوید بهترین راه برای یادگیری واقعی این هست که بتوانی آن را به کسی دیگر توضیح دهی حتی اگر او هیچ چیز نداند. مثال، امروز یک مفهوم سخت را انتخاب کن و آن را مثل یک کودک 10 ساله توضیح بده. اگر نتوانستی، یعنی هنوز یاد نگرفته‌ای و باید دوباره بررسی کنی. تمرین: الان یک موضوع کوچک انتخاب کن و 3 دقیقه توضیح بده، حتی جلوی آینه. تکنیک چهارم یادگیری بین حسی است. وقتی چند حس خود را درگیر می‌کنی، یادگیری سریعتر و ماندگارتر می‌شود. مثال، اگر می‌خواهی نقاشی یاد بگیری، فقط نگاه نکن. دستت را حرکت بده، صداها را بشنو و حتی توضیح بده. ذهن این اطلاعات را عمیق‌تر ذخیره می‌کند و فراموشی کاهش می‌یابد. تکنیک پنجم فاصله گذاری و مرور است. اگر همه چیز را یک بار حفظ کنی، ذهن سریع فراموش می‌کند. اما اگر با مرورهای زمان بندی شده یاد بگیری، اطلاعات در حافظه بلند مدت تثبیت می‌شود. مثال، یک کلمه را امروز یاد بگیر، دوباره فردا مرور کن، بعد 3 روز بعد هفته بعد. این روش حافظه تو را تقویت می‌کند. یکی از دوستانم می‌خواست پیانو یاد بگیرد، اما وقت نداشت. با همان تکنیک‌های کوتاه و تمرکز روزانه در 3 ماه توانست 5 قطعه کامل بنوازد. او مثل بقیه نبود که میگفت زمان ندارم. او تصمیم گرفت تکنیک‌ها را رعایت کند و سریعتر یاد بگیرد. حالا تصور کن اگر تو هم همین کار را انجام دهی، چه مهارت‌های شگفت انگیزی در 6 ماه میتوانی کسب کنی. حالا وقت آن است که همه تکنیک‌ها را ترکیب کنیم. اطلاعات را به بخش‌های کوچک تقسیم کن، بدون نگاه کردن یادآوری کن، آن را به دیگران توضیح بده، چند حس خود را درگیر کن، مرور زمانبندی شده داشته باش. وقتی این 5 تکنیک را روزانه اجرا کنی، یادگیریت سریعتر و عمیق‌تر از همه خواهد شد. چالش امروز: یک مهارت کوچک انتخاب کن و همین 5 تکنیک را برای 7 روز اجرا کن. هر روز 15 تا 20 دقیقه کافی است. در پایان هفته تفاوت را احساس خواهی کرد و باور کن این حس موفقیت تو را وادار می‌کند ادامه دهی. محیطت مهم است. وقتی محیطی بدون حواس پرتی داشته باشی، مغز سریعتر یاد می‌گیرد. نکته: تلفن کنار بگذار، نوتبوک آماده کن و ذهن خود را روی یک هدف تمرکز کن. نکته 1: خواب کافی داشته باش. حافظه در خواب تقویت می شود. نکته 2: ورزش سبک، اکسیژن رسانی به مغز را افزایش می دهد و تمرکز را بالا می برد. نکته 3: از تکنیک پومودورو استفاده کن. 25 دقیقه تمرکز کامل، 5 دقیقه استراحت و دوباره شروع کن. حالا همه چیز آماده است. تکنیک ها، مثال ها، چالش و تمرکز. فقط کافی است شروع کنی و روزانه اجرا کنی. هر مهارت جدیدی که یاد میگیری درهای فرصت بیشتری را باز میکند. پس همین امروز یک قدم بردار، مهارتت را انتخاب کن و تکنیک ها را اجرا کن و اگر میخوای یادگیریت را به سطح 90 ببری، ویدیوهای بعدی من را از دست نده. به خودت قول بده که از همین امروز سریعتر یاد بگیری و از دیگران جلوتر باشی.